و الله تعالی این مطلب بزرگی را مطرح کرده است و هشدار داده است به مسلمانان، به آنانی که ادعای ایمان دارند و خود را مؤمن میگویند و اعتقادات دینی را قبول کردند، اهل توحیدند، اهل ایمانند، به اونها الله تعالی هشدار میدهد که گرفتار غفلت نشوند، گرفتار قساوت قلبی نباشند، خدا را فراموش نکنند، وظایف خودشون فراموش نکنند، قرآن عظیم و شان از یاد نبرند. وقتی که زمانه می گذرد و با مرور زمانه و گذشت زمان نباید خدا فراموش بشه، نباید دین فراموش بشه و نباید از ذکر الله تعالی انسان غافل بشه و ذکر خدا را، قرآن عظیم و شان که بالاترین ذکر او را فراموش کند. و الله تعالی می فرمایند که شما نباید مانند اهل کتاب باشید، کسانی که قبل از شما کتاب داده شدند، تورات داده شدند، انجیل، زبور، کتابهای دیگری آسمانی را داده شدند که در ابتدای امر اونها خیلی به کتاب گرایش داشتن، خیلی به کتاب علاقه، خیلی به دین علاقه، با خدا محبت می کردن. اما وقتی که زمانه طولانی شد، فاصله آمد بین زمانی که کتاب نازل شده و بین زمانه بعدی، به مرور زمان اینها کم کم خدا را فراموش کردند و دلهایشون سخت شد و سیاه شد و بسیاری از اینها گرفتار فسق شدند و فاسق شدند و الله را فراموش کردند، حقا فراموش کردند، کتاب آسمانی را فراموش کردند. شما مسلمانان، شما اهل دین و اهل ایمان نباید مانند اهل کتاب باشید که گرفتار قساوت قلبی، گرفتار سنگدلی، گرفتار سختدلی و غفلت بشوید. محبت دنیا توی دلتون بیاید، محبت زندگی در دل شما بشینه، محبت منافع، گرفتار هوا و هوس بشید و شما هم کم کم از دین فاصله بگیرید، از دین جدا بشید. شما مانند اهل کتاب نباشید و شما از اون درس بگیرید. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ مروی هست که این آیه 13 سال بعد از نبوت نازل شد، درست زمانی که مسلمانان هجرت کردند، به مدینه منوره آمدند و مدینه منوره فشار کمتر بود، سکون بیشتری رسید، آرامش بیشتری رسید به اهل دین و در ابتدا زیر شکنجه ها بودند، زیر فشار دشمن بودند، فشار دشمن که از سرشون رفت. لہذا الله هشدار داد که مواظب باشید، شما خدا را فراموش نکنید.
شما قرآن فراموش نکنید، شما از الله تعالی دور نباشید. انسان طبیعتش همینطوره که وقتی راحت می آید و همه چیز مطابق با میل انسان بشه، الله را فراموش میکنه، یاد خدا را از یاد میبرد و به خوشحالی خودش، به راحت خودش متوجه می شود. و وقتی که فشار هست، وقتی که تهدیده، وقتی که خوف دشمنه، وقتی که سختیه، الله را یاد می کند و به الله رجوع می کند. الله هشدار دادن به مؤمنین. و عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سالهای کمتری را نام می برد که این آیه نازل شد و آیه هشدار داد: الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. الله می فرماید وقت نرسیده، فرا نرسیده اون وقتی که مؤمنین دلهایشان در مقابل ذکر الله عاجزی بکنند. تخشع قلوبهم لذکر الله، دلها تواضع کنند، دلها عاجزی کنند در مقابل یاد الله تعالی، که خدا را یاد بکنند، به یاد خدا پناه ببرند، به یاد خدا رجوع کنند. و ذکر الله قرآن عظیم الشان، یاد پروردگاره، و در مقابل قرآن دلها متواضع بشن، دلها عاجزی بکنند، دلها فروتنی کنند در مقابل قرآن عظیم الشان. دستورات الهی، احکام پروردگار در مقابل عبادات الله تعالی، بندگی الله، و گرفتار قساوت قلبی نشوم مثل اهل کتابای گذشته، اهل ادیان، که به مرور زمانه اونها فراموش کردن. وقتی مخصوصا فاصله گرفتن از زمان پیامبر حضرت موسی علیه السلام، و فاصله گرفتن از زمان حضرت عیسی، از زمان نزول تورات، از زمان هلاکت فرعون، و از زمان نزول انجیل و کتاب‌های دیگری آسمانی. وقتی که فاصله ایجاد شد، اینا گرفتار قساوت قلبی شدن، از کتاب فاصله گرفتن، از خدا فاصله گرفتن و دور شدن، و مرتکب معاصی و مرتکب گناه و قساوت قلب شدن. بسیاری از همین علمای این اهل کتاب وقت فاصله آمد شروع کردن اینها به رشوه گرفتن در مقابل کتاب، در مقابل احکام الهی، فتوای غلط می دادن، فتوای اشتباه می دادن، پول می گرفتن، کتابای آسمانی را تغییر دادن، تحریف کردن، حق را تحریف کردن، دین تحریف کردن. و قرآن عظیم الشان وقتی که این تذکره میکنه این علمای یهود و نصارا را، علمای اهل کتاب گذشته را که به مرور زمان گرفتار قساوت قلبی شدن، گرفتار غفلت شدن به خاطر منافع دنیا، کتاب‌های آسمانی را مورد دستبرد قرار دادن و چه کارهایی را که نکردن. وقتی که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم مبعوث شد، دین اسلام آمد، تازه این دین نازل شد، تازه قرآن عظیم الشان و خاتم النبیین آمد که تذکره همه این کتاب و پیامبر در کتابای گذشته بوده است. اینها اون آیات را از کتابای آسمانی که
به صفت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم تایید آن حضرت، تایید دین اسلام بود تغییر دادند، به جای آنکه نبوت آن حضرت را بپذیرند اینها به مقابله پرداختند. و الله تعالی چقدر ناراضه در قرآن عظیم الشان برای انسانایی که حق را پوشیدند، حق را نادیده گرفتند، حق خدا را پوشیدند، حق مردم را پوشیدند، حقوق را نادیده گرفتند. بر این علماء الله سخت ناراضه، سخت ناراضه. الله بر هیچ کشره آنقدر انتظار ندارد که انتظار الله از کسانی که اهل علمان، به چشم خود کتابا دیدند و خواندند، حق را از مردم دیگر بهتر تشخیص میدن، حق بهتر میدانند. و اگر اینها حق بپوشند خدا سخت ناراض میشه. و کلماتی را که الله یاد میکنه توی قرآن حقی از ناراضگی خدایه، حقی از غضب خدایه. بر کسی که حقا ناحق کنه، حقا نادیده بگیره، حقا زیر پا بگذارد، و الله میگه اینها کتاب های آسمانی را پس پشت انداخت و دلهای اونا سخت شد، دلهای اونا سنگ شد و الله از اونها ناراضه. و از همه کسانی که گرفتار قساوت قلبی بشوند، از حق اعراض کنند، از خدا دور بشن، الله ناراضه. ولی بالاترین ناراضی پروردگار بر علمای گذشته بوده، ادیان سماوی، ادیان گذشته که دین خدا را فراموش کردند و به تاویل و به حیله و به نیرنگ و به مکر علیه حق پرداختند و به خاطر منافع دنیا، به خاطر منافع زود، او منافع اصلی و واقعی خودشون را نادیده گرفتند و به دین دور شدند و به حیله و بهانه و نیرنگ و تزویر پرداختند. لازم علما سخت ناراضه و چنان مثال میدهد الله تعالی که انسان حیران میشه. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. الله تعالی می فرماید اونهایی که تورات به اونها داده شد و صاحبان توراتن و الله کتاب تورات به اونها نازل کرده و داده است و اونها به تورات عمل نکردند، تورات مورد توجه قرار ندادند، به جای آنکه به تورات عمل بکنند، به احکام تورات، به دستورات تورات. الله اینها را مثال داده علماء که صاحبان توراتن. الله اینها را مثال الاغ به اینها داد که یک کتابخانه بر الاغ اگر بار بکنن و او چی میفهمه که این بار چیه؟ بار یک کتابه یا بار دیگر هست یا طعامه یا وسائل و بالاخره هیچی نمیفهمه. و مثال او کسانی که به کتابهای آسمانی گذشته عمل نکردن، الله چنان مثال سختی در حق اونا داد. مسلمه که همین مثال برای علمای مسلمانه، برای علمای اسلامه، برای صاحبان قرآن عظیم و شأن. اگر به قرآن عمل نکنند،
اگر قرآن نادیده بگیرن، اگر حق ناحق کنن، اگر حق زیر پا بگذارن. لذا همین مثال هست. الله تعالی اینجا گوشزد میکنه، توجه میده علمای اسلام را، علمای دین اسلام را، علمایی که به حضرت رسول ایمان آوردن، همه پیامبران ایمان آوردن، هشدار داده است که اگر شما به کتابتون عمل نکنید، کتاب نادیده بگیرید، حق بپوشید، واقعیت ها را نادیده بگیرید، حقایق نادیده بگیرید، به حقوق انسان ها توجه نکنید که قرآن توجه داده، به حقوق الله توجه نکنید که الله توجه داده، شما هم با چنان مثال روبرو بشید. مهم هست این که علماء جهان اسلام، علمای کشورمون، کشور ایران، در تمام جریان ها مستقل باشند. علماء حکومتی نشند، علماء دولتی نشند، ملاهای مستقل باشند، صاحب نظر باشند، حقایق بگن، واقعیت ها را بیان کنند. علمای حوزه ها، علمای دانشگاه ها، عالمان علوم عصریه و روز و عالمان مدارس دینی و حوزه های علمیه استقلال داشته باشند، مستقل باشند و امر بالمعروف بکنند، دولت ها را امر بالمعروف کنند و دولت ها را نهی از منکر بکنند، اصلاح کنند، دولت ها را اصلاح کنند، جامعه را اصلاح کنند، مردم و به طرف باشند و مستقل باشند. و هیچ زمانه اعتقاد ماست که در گذشته همین مسئله گفته عالم، علما نباید وابسته باشند، علما را وابسته نکنید. علما را گذشته گفته که حقوق ندید و از اوائل انقلاب صحبت من توی سمینارها، توی کمیسیون‌های بود، همین می گفتیم که به علما نباید حقوق بگیرند، علما نباید مساجد، حوزه های علمیه از دولت حقوق بگیرند، حقوق بگیر باشند، نباید در بودجه مملکت رقم تعریف بشه، بودجه تعریف بشه برای حوزه علمیه و مدارس دینی. و این اما من بارها گفتم، کسی را گفته که اگر شما روی یک مسئله مذاکره بود، من گفتم که شما این وابستگی را ایجاد میکنید برای حوزه علمیه اهل سنت، ولی به شیعه نکنید این خیانت ها. من هم استراحت همیه برای بود. و ما گفتی که حوزه ها اگر ما 1000 تا طالب نتوانه نگهداری کنیم، ما 100 تا طالب نگهداری میکنیم، ولی پول دولتی نه. ما الحمدلله نه برای مسجد ریال گرفته شده، نه برای از هیچ دولت از دولت دنیا و نه از دولت خودمون، از خزانه خودمون، از بیت المال خودمون پیشنهاد دادن و ما نگرفتیم، برای حوزه نگرفتیم. گفته طلاب حقوق میدیم، ما قبول نکردیم. گفته علما را میدیم، ما قبول الحمدلله نکردن. ما یعنی مجموعه ما، یعنی علمای کل این استان الحمدلله و خیلی جای علمای دیگه هم قبول نکردن. گفته که حقوق بر نمیداریم. بالاخره این حوزه ها، مساجد، بخش
دینی بخش مذهبی را باید مردم بچرخانند و به همین اکتفا میکنیم. باید سختی را تحمل کنند ولی نباید بودجه برای حوزه های علمی. من کمترین مسئله را صحبت کردم تا حالا که بر سر منبر که دوست رنجانی نشه، بعضی نرنجند از علما، ولی اشتباه بزرگه که بودجه به حوزه ها پرداخت بشه، به علما پرداخت بشه و وقتی که شما حقوق بگیرید علما حقوق بگیرن، علما میشه وابسته و دهان بسته میشه، نمیتونن به وظیفه خودشون علما عمل بکنن. چرا امروز سکوت موجوده؟ به زبان علما دولت ها اصلاح بشه، دولت ها میآیند میروند، نظام ها هم میآیند و میروند. هیچ نظام تا قیامت تضمین نداره که بمانه. نظام اسلامی باشه یا دموکراسی باشه یا نظام ثالثی باشه، نظام ها آمدند و رفتند و من همین گفتم حکومت ها میرن و سیستم همیشه نمیمانه. دولت همیشه دولت ها که 4 سال عوض میشه، حاکمیت هم برای همیشه نیست. بلکه حکومت یکی میره دیگری میآید. گفته فردا شما گرفتار میشید. من همین جمله گفتم که حالا اینجا شعر میدادن که انقلاب ما به انقلاب مهدی وصل بشه. گفته از کجا معلوم؟ حالا این آرزویی است که انقلاب ما به انقلاب مهدی وصل بشه. اگر نشد چه؟ و اون وقت یک نظام دیگری بیاید. وقت چه میشه که مدرسه وابسته باشه؟ او میگه که مدرسه باید زیر دست من باشه. مدارس و دانشگاه ها و مراکز علمی که وابسته به یک حکومت و نظامی هستند، دیگری وقتی بیاید او این را تصرف میکنه. میگه اینا مدارس مستقل نمیتونه. آیا مدرسه ای که وابسته به خدا باشه، وابسته به ملت باشه، او استقلال خودش را میتونه حفظ بکنه. او ترس نداره که نان من قطع میکنن، حقوق من نمیدن و این وابستگی ایجاد میکنه و مانع میشه از اینکه علما حق بیان بکنن، علما واقعیت بگن، حقایق ظاهر بکنن. کسانی که به کتاب خدا آشنایی بیشتر دارن، به شریعت اسلام آشنایی بیشتر دارن و وظیفهشون سنگین است. و همین اتفاقی الان توی کشور ما علما واقعیت ها را بیان کنن که وضعیت واقعا خیلی مشکل داره. الان مرتضوی رئیس سابق زندان اوین که حالا معلوم نیست از کجا صحبت کرده و افشاگری کرده، این اداره زندان اوین در دستش بوده و از اعدامای 67 یاد میکنه که حالا ما شنیدیم که اعدام 67 ولی نه به این تفصیل بدونه که اعدام دست جمعی، اعدام چند هزار نفر. تعجب میکنیم ما به این مسئله و تجاوز به دختران او ذکر میکنه که اعدام شدن. اما یک گروهی را که درگیر شد اون زمانه با حاکمیت درگیر شد، اینا دستگیر شدن. این اعدام مال اونها هست و این خیلی فرده برداشت که خیلی تکان خوردیم ما که و این جریان
این نوع جریانات آیا به کشور ضربه میزنند، به ملت ما ضربه میزنند و هم به حاکمیت نظام و دیگه مسائلی که الان توی بازداشتگاه میگذرد و بعض زندانی ها با همه رسانه ها مصاحبه میکنند و مسائل تکان دهنده را از بازداشتگاه ها یک کشور، بعضی از بازداشتگاه های کشور نقل میکنند که برخورد نامناسب و برخوردی که خلاف اسلام هستند، خلاف اصل دینند رخ میده توی بازداشتگاه ها. و علما نباید سکوت کنند توی این مسائل. کشوری که به نام جمهوری اسلامی، نظامی که به نام جمهوری اسلامی باید اسلام رعایت بشه، باید جمهوریت هم رعایت بشه، اسلام هم رعایت بشه و هر مسائل انجام بگیره خوب باشه یا خراب در کشور به نام اسلامه و اسلام ضربه میخوره از این مسائل. و یک مسئله که همه میدونند اینا که وقت سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ بر خوارج یک دشمن درونی برای مسلمانان، یک تفکر پیدا شد، انحراف پیدا شد و با سیدنا علی رضی الله درگیر شده. حضرت علی گفت که تا او زمانه که اینها با ما درگیر نشدن حضرت علی درگیر نشد. این یک انحراف در جهان اسلام پیش آمد و بالاخره اینا درگیر که شدن حضرت علی با اینها درگیر شد و اینها را توی جنگ زد حضرت علی و دستگیر کرد اینها را. اینا گروه بزرگ زیادی از اینا درگیر شده. ولی این نکته خیلی مهمه که اینها را وقتی حضرت علی دستگیر کرد که اینا منحرف بودن و انحرافی بود بزرگ، دستگیر کرد حضرت علی یک نفری از اینا نکشت. اونها که در جنگ درگیر بودند اونها را زدن، دو طرف یک دیگر را زدن. اسیران جنگ جمل را که بین خود مسلمان هم بود، اسیران جنگ صفین را که ما هم اعتقادمون اینه که تو این جنگ حق به جانب حضرت علی بود و طرف میگیم به خطا بود، اونجا میگیم خطای اجتهادی و اعتقادمون هست خطایی بود، سوء تفاهمی بود. و در خوارج نه، خوارج منحرف بود از دین. در جنگ جمل و صفین عقیده هر دو طرف یکی بود. در جنگ نهروان که با خوارج بود حضرت علی بر دیگه عقیده بود، خوارج بر دیگه عقیده بودن، ولی نماز میخواندن، شهادت هم میدادن، مسلمان بودن و حضرت علی هیچ کدوم از اینا نکشت. وقتی یک گروه در مقابل حکومت قیام بکنه، حکومت اسلامی هم قیام بکنه، قاتلان هم میکشن و این نیست که هر کسی را دستگیر بکنه او را هم گردن بزنه. این مسئله است. اگر ما این اعتقاد داریم چرا حضرت علی این کار نکرد؟ آیا اسلام ما میفهمیم بهتر که حضرت علی فهمیدن؟ اسلام ما دانستیم یا محمد رسول الله دانستا؟ و حضرت رسول صلی الله علیه وسلم چند تا اسیر کشتند و زندانی را کشتند. حضرت علی چند نفر کشتند. حضرت علی درگیر بود و بالاخره باید ما ببینیم که بزرگان ما چه رفتار کرده. این بحث استدلالی هست، این یک واقعیت هست، حقایق و بالاخره این مسائل ضایع ایجاد میکنه و مشکل درست میکنه. الان کشور باید مشکلات و
با یک بنبست مواجه و از دست مدیران کشور، مسئولان کشور چیزی سخت نیست و امیدی هم نیست که آینده اینا بتوانن کاری بکنن، تحول بیاورن. علما چرا سکوت کردن؟ وظیفه دارند. اگه علما حرف نزنن، علمای دانشگاه ها، علمای صحبت میکنن، کم بیش علما در دانشگاه ها صحبت هست و علمای حوزه ها اگر سکوت کنند و لذا هر کسی یک توانایی داره، هر کسی به یک حد اگر حرف نزنند، اگر امر بالمعروف نکنند، اگر نهی عن منکر نکنند، جواب خدا را چه میدیم؟ ما کشوری که با این ثروت و دارایی و با این غنا و با این استعداد و پتانسیل ها شدیدترین فقر دنیا گرفتاره و اختلاس و فساد چنان گرفتار کرده کشور را که بالاخره کمتر جای سالم مانده. هر کسی در فکر، بسیاری در فکرن که بچافند و چیزی دستشون بیفته ببرند و نتیجه این که بسیاری سرمایه دار شدن، افراد بسیاری پولدار شدن، اما ملت فقیر شده، توده ملت، عموم ملت. و همینی که دارن فریاد میکنن. بعض نشسته را میبینید، معلمان را میبینید، کارگران را و طیفای مختلف، اصناف مختلف، بازاریان، کسبه، همه مینالن از وضعیت. علما چرا حرف نمیزنن؟ و بر همه وظیفه دارن، واقعیت را بگن، حقایق بگن. همه ما از خدا بترسیم، همه ما باید بمیریم یک روزه. ولی جواب خدا را چه بیدیم؟ به برگاه الله که میرسیم جواب خدا را. دو مسئله خیلی مهمند، قابل اغماض نیستن، قابل چشم پوشی نیستن. یکی حقوق الله است، حق خدا که رب ما هست، پروردگار. هم عقل میگوید، هم نفس میگوید که حق خدا خیلی سنگینه. رب ما، پروردگار ما، خالق و مالک ما باید از حق الله دفاع کنیم که مردم از پروردگار اطاعت کنند، خدا را عبادت کنند، به خدا ایمان بیاورند، اعتقاد قابل قبول به الله تعالی داشته باشند، خدا را نافرمانی نکنند، خدا را اطاعت کنند. شکر خدا بر همه واجبه. این حق خدایه که ما کلمه حق بگویند مردم، علما. و این حقوق الله غیر قابل اغماضه، غیر قابل چشم پوشیه. و دومی حق مردم هست، حقوق الناس. حقوق الناس خیلی خیلی سنگینه، خیلی بزرگه. شما بینید قرآن که تلاوت کنید، قرآن بار بار نسبت به حقوق مردم تذکر میده. قرآن از عدالت صحبت میکنه، از انصاف صحبت میکند، از حقوق مردم صحبت میکنه. مردم حقشون از حق الله هم سنگین تره، برای اینکه الله بے نیازه، الله نیاز نداره. ولی حق خداست که مردم از الله تعالی فرمان ببرند. اگر از الله فرمان ببرند و اطاعت کنند، خدا خوشنود میشه. اگر رضامندی شکر خدا را به جا بیاورند، خدا خوشنود میشود، راضی میشود. و اگر خدا را نافرمانی بکنند، الله ناراض میشود، ولی به خدا هیچ ضرری وارد نمیشود.
ولی حق مردم نه. اگر حقوق مردم زیر پا برود و پایمال بشود مردم متضرر میشن، مردم نیازمندن و خدا بی نیازه. حق انس حقوق الناس سنگین تره، این همه حقوق الناس ضایع می شود و حقوق الله ضایع می شود. ما وظیفه انسانی ما، وظیفه دینی ما، وظیفه قرآنی ما ایجاب می کند که باید صحبت بشود. صحبت من اعتقاد ندارم به صحبت توهین، اعتقاد ندارم به تخریب. ما او واقعیت ها را تازه کم میکنیم و ملایم میکنیم، حرفا را میزنیم که طرف بتونه این را تحمل کنه. صحبت ها خیرخواهانه، دلسوزانه، واقعیت ها گفته بشن و حقایق گفته بشن و دفاع بشه از حقوق الله و دفاع بشه از حقوق مردم. این وظیفه علما است. الله انتظار داره از علما و فاصله انداختید به همین مسئله. فاصله آمد بین حوزه ها، بین علما که بودجه ها را اعلام کردید که فلان حوزه اینقدر و فلان حوزه اینقدر، فلان جامعه اینقدر و بودجه های رقم بالا و بودجه های نجومی را در بخش مذهبی آوردید. این به مذهب ضربه زد و کاش که این کار نمی کردی، کاش که علما سختی ها را تحمل می کردن، علما گرسنگی را برداشت می کردن، ولی علما حقوق نمی گرفتن، پول نمی گرفتن و می توانستن امر بالمعروف بکنن. علما با مردم باید بشینن، مردم ضعیف بشینن. پیامبر خدا را الله تعالی دستور داده که شما با ضعفا بشین، نشست و برخاست شما با ضعفا باشه. و لحظه این نکته خیلی مهم هست. بعضی ظاهر حفظ کردن، بعضی از ما ظاهر حفظ کردن و اما بعضی که وفات کردن من اطلاع دارم که رقم های بالا و میلیارد های بالای توی حسابشون بود و که شأن علما نیست و بالاخره علما باید مردمی زندگی کنن. و روی این به هر حال این مسئله مهمه که علما واقعیت تا بگوین، حقایق ذکر کنن، از مردم دفاع بکنن. مردم ایران الان با مشکلات مواجهند. خیال نکنید که این اعتراضاتی که مردم انجام دادند و صدای مردم بلند شده است، این مردم از سیری این حرفا زدن، از غرور این حرفا زدن. مردم مشکل دارن، مردم گرفتار فقرن و مردم گرفتار تنگنا هستن و که عرض میشه که حرف مردم باید شنیده بشود، چون مردم دارای مشکلن. به خواست مردم توجه بشه و خواست مردم باید متحقق بشود. مردم دارای مشکلات هستند و بهترین راه برون رفت از این مشکلات و از این گرفتاری هایی که در ایران پیش آمده بین مردم و بین حاکمیت، بهترین راه و سالمترین راه و آخر هم شما به همین حرف میایید که ببینن خواست مردم چیه.
ما با مردممون کنار بیاییم و لحاظا ببینیم که این که رفراندوم را کسانی که مطرح می کنند هم برای آن که همین خواسته مردم مشخص بشه و واقعیت مثلا اعتقاد ندارم، من واقعیت بگم، اعتقاد ندارم که دین به زور تحمیل کرد و اگر مردم چیز دیگه میخواهند بلکه لازم نیست که ما این را تحت فشار و منگنه قرار بدیم که حتما. چرا اگر تقصیر و کوتاهی ما آن است که بالاخره ما باید از اسلام قرائتی را برای مردم عرضه می کردیم و به نحوی رفتار می کردیم و عدالت تا گسترش می دادیم که مردم خوشنود بشن، راضی بشن. رضایت مردم مهم بود، ولی حالا که مردم ناراضن به زور نمیشه به سرشون زد که من شما این چیز بپذیرید، یه چیز خاصی را بپذیرید. ببینیم مردم اگر یک چیز دیگری را میخواهند بالاخره که توی ملک و توی کشور همه چیز آزاد باشه، دینم باشه و اگر کسی نمیخواد دین خودش بدانه هرچی که میخواد. دیندار و همه طیفه و همه طبقات و همه تکثری که در ایران است اینا بتوانن کنار یک دیگه زندگی بکنن، کشورشون را بسازن، کنار هم باشن، دیندار عبادت بکنه و کسی که دین نداری خودش بدانه هر کاری میکنه. مردم بیشتر میلشون به همین سمته و لحظه ما بالاجبار مجبور نکنین که شما به هر صورت باید یک چیز خاصی را که عرضه میکنیم بخواهن و روی این میگه که شما معلوم بکنید که اکثریت قاطع ملت چی میخواهن و لحاظا اون خواستی که مردم دارن، اون چی که مردم میخواهن ما تن بدیم به همون. بزرگان کشور و مسئولان کشور هم این توجه کنند و روی مسئله فکر کنند که با زور و فشار نمی شود و فایده نداره و مردم بیشتر از دین زده می شوند و از دین دورتر می شوند و فاصله می گیرند و این عواقبش خطرناک میشه برای دیانت مردم، برای دینداری مردم. مردم ایران مردم معتقدی هستند، اعتقاد دارن به دین و لحظه این اعتقاد اونها ضربه نخوره و الله تعالی به همه ما توفیق عمل عنایت کند.